عشق که در وجود شما ایجاد بشه شما به نهایت رسیدید. خداوند خواست شما عاشق بشید. حالا از طریق عبادات و اعمال انجام و بندگی، از طریق مطالعات و دانش، از طریق ایمان، هر چیزی، خلاصه مقصد عشقه. وقتی به اونجا رسیدید دیگه همه چی رو بذارید کنار، چون رسیدید. حتی میگه نماز نردبانی و رستن پشت بومه. به پشت بوم که رسیدی دیگه وسایل و ابزار دیگه به کار نمیاد. به اون مرحله برسید. تون غزلی که یک بیتشو خوندی میگه من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید بگفت آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم. گفت اون چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال، خیز